دیگه داره به خودش اجازه میده که موقعی که من پشت میزم هستم حواسم نیست به عناوین مختلف بیاد دست بزنه به من. این رو عسل برای ما نوشته. آقای فلاحتی. خب اجازه بفرمایید که اولین تلفن رو پاسخ بدیم از کرمان. حسین، درود بر شما، بفرمایید. صدای آمریکا جزو بدترین اداره دولتی آمریکایی شناخته شده. بنابراین از این باندبازی و اینجور مسائل و اینا زیاد هست. همه مینالن، همه میگن یک فضای امنیتیه، هیچکی با هیچکی نمیتونه حرف بزنه، همه برای هم دیگه میزنن، محیط خیلی کثیفیه. دومین شب این هفته روی خط با موضوع انتخابات ریاست جمهوری ایران و پیامدهای آن، با تلفن‌های شما عزیزان، ایمیل‌های شما، وبلاگ روی خط و وبسایت‌هایی که در طول برنامه الهام ستاکی به شما معرفی خواهد. در ارتباط با آقای فلاحتی، ایشون به بارها و بارها و بارها از من خواستن که باشون برم بیرون و من نمیخواستم این کارو بکنم. من آقای فلاحتی با هم دیگه برنامه روی خط رو با هم آغاز کردیم، با هم اجرا می‌کردیم و این بسیار خیلی کار غیر حرفه‌ای هستش که دو نفری که اصلا از همه جا به کنار، دو نفری که با هم دیگه جلوی دوربین هستن دارن برنامه اجرا میکنن بخوان با هم دیت هم بذارن، به خاطر اینکه این مستقیما میتونه روی برنامه تاثیرگذار باشه. یه روزی دعواشون میشه، امکان داره روی برنامه معلوم بشه و برعکس. ایشون به هیچ وجه شخصی نبودن که من بخوام با ایشون بگم باشه بریم مثلا دیت بذاریم و مشکل اینجا بودش که ایشون نمیدونستن چجوری این نه رو قبول کنن و بعد از یه مدت به جایی رسیده بودش که من دیگه همش کاسک میکردم و سر کار نمی اومدم، به خاطر اینکه دوباره یه روز دیگه میخوام کار رو آغاز بکنم و دوباره آقای فلاحتی میخواد بیاد سر میز من و دوباره میخواد از من بپرسه امروز بریم قهوه بخوریم یا امشب بریم شام بخوریم و این نه پشت سر نه گفتن ها برای من دیگه اگزاستینگ شده بود، خیلی خستم کرده بود دیگه. من به خانومی که اگزیکیتیو پرودوسر ما بودش، به سوزن رفتم گفتم اینطوریه و این داره این کارو میکنه و من الان دیگه نمیدونم باید چیکار کنم. ات دیس پوینت دیگه خودم نمیتونم اینو هندلش کنم. کار به جای از اون قسمتی که فقط بگه بیا بریم شام بیرون میگذره، این دیگه داره به خودش اجازه میده که موقعی که من پشت میزم هستم حواسم نیست به عناوین مختلف بیاد دست بزنه به من. چون از اینا میترسیدم گفتم نمیخوام کسی بدونه، ولی میتونی آیا بدون اینکه کسی بدونه اینو هندلش کنی؟ به من اون روز گفت باشه، اما فرداش اومد گفتش که نه من قانونا نمیتونم این کارو کنم و باید رسما شکایت کنی تو. آقای فلاحتی خواستن انتقام گیری بکنن چون من شکایت کردم، گفتم که اینطوری هستش. دوبار اومدن طرف من وقتی من پشت میزم نشسته بودم داشتم کار میکردم، لباسی که تنم بود لباسمو و بند سعیشون داد زدم و متاسفانه خندیدن گفتن کسی ندید. حالم خیلی بد بودش، روان پزشک میدیدم، روان شناس میدیدم، اینا رو چیز بود، حالم خیلی بد بود و دیگه مدارکش هست، همه چیش هست. دکتر میرفتم، بعد قرصای آرام بخش و اینا من دکتر میداد میخوردم. خودم حالا همیشه میگم من فقط تنها آقای فلاحتی رو این وسط، خب اون یه آدم مریضیه که
فقط هم با من این کار نکرده، اما سیستم صدای آمریکا مشکل داره. جمشید چالنگی اومدن به نفع من شهادت دادن. نگاه کنین چی شد. من یه خانم دیگه به نام ماه منیرم به نفع من شهادت دادن. ایشون هم از نظر کاری خیلی ضربه خوردن. آقای علی سجادی با آقای فلاحتی اینا با هم دیگه رفیق بودن. اون موقع آقای سجادی خیلی قدرت داشت اونجا و اینها همه دست به دست هم دادن و حتی سوزن که اگزیکیتیو پرودوسر من بود و اینقدر عصبانی شده بود از این کار، اون هم اومد و رفت تو تیم اونا و این باعث شدش که خب برای من خیلی مسائل مشکل شد و هیچ وکیل کیس هم دیگه قبول نمی‌کرد به خاطر این کیس خیلی بزرگ شده بود. وقتی کیس انقدر بزرگ شد دیگه کیس شد وقتی شد بورد آف گاورنرز، اون موقع بورد آف گاورنرز و دولت باید از خودش دفاع میکرد و این دفاع از خودش باعث شدش که کیس رو من برگشت و میگن الهام رفت فلاحتی موند. منو بیرون کردن و آقای فلاحتی، من تنها دختری نبودم، چند نفر دیگه هم هستن. Ha 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 ha.